متاسفانه یک فاجعه برای کشور. خاطره داریم کدام خاطری؟ خاطره بله اگر وقت داشته باشیم داریم وقت داریم. وقتی من وزیر پلان بودم آقای اشرف غنی وزیر مالیه بود. دور زمان کنفرانس بن دومین کنفرانس بازسازی افغانستان بود. جلساتی آمادگی کنفرانس گرفته میشد. من عضوش بودم در کمیته، اشرف غنی عضوش بود، عبدالله عضوش بود، امین فرهنگ عضوش بود و رئیس جمهور آقای کرزی ریاستش به عهده داشت. بعض وقتا درگ می گرفتیم جلسه را آقای کرزی ریاستش داشت، بعض وقت درگ نمی گرفتیم در وزارت خارجه می گرفتیم نوبتی ریاستش بود. یک روز از وزارت خارجه از جلسه پایین شدیم، اولین بار بود که آقای اشرف غنی آمد طرف من و من گفت وزیر صاحب مالیه خانه من نزدیک است اگه یک چای با من میل داری. گفتم چرا نه. رفتم نشستیم چای می گرفتیم که یک سگ بسیار کلان داخل شد گرگ رقم. خب سگ اصلی بود میپاله تمام جای. من گفتم وزیر صاحب چه خوب سگ داری؟ و من گفت وزیر صاحب این سگ لعنتی سگ آمریکایی است. گفتم سگ آمریکایی چی میکنه؟ گفت آمده خانه رو میپاله. با خاطر چند دقیقه بعد من با سفیر آمریکا آقای قلیزاد وعده دارم و قانون اوناست که در هر جایی که سفیرشان میرود قبل از او از نظر امنیتی سگ باید بره چک کنه تمام جا را. من گفتم آقای خلیلزاد خود دوست شما بود در بیروت شما پانتون یک جای میخوندین. گفت اونا قانونش است دیگه. وقتی